نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگی شما در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با سوره دیگر از کلام الله مجید و ترجمه معانی آیات این سوره والا مقام و ارزشمند، سوره مبارکه البلد. سوره مبارکه بلد از جمله سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده و نام این سوره برگرفته از آیه اول این سوره است که درباره سرزمین هست. البلد یعنی سرزمین و مراد از بلد در این آیه شریف سرزمین مکه مکرمه است که قداست و احترام خاصی داره در نزد الله متعال و نزد مسلمان. الله متعال در این سوره مبارکه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد. و قسم به این سرزمین. الله متعال قسم یاد میکنه به سرزمین مکه. قسم به این سرزمین. این سرزمین یعنی اشاره به سرزمینی است که رسول الله علیه السلام در اون بودن در زمان نزول این آیه که مکه مکرمه است. قسم به مکه مکرمه. مکه مکرمه قداست دارد و حرمت داره، چرا که در مکه مکرمه ما خانه کعبه رو داریم و خانه کعبه مسجد الحرام در مکه مکرمه است و مقدس است. الله متعال قسم یاد میکنه به این خاطر به این سرزمین مقدس. و انت حل بهذا البلد. و قسم به تو ای پیامبر من که در این سرزمین، و انت حل بهذا البلد، و تو در این سرزمین ساکن هستی، محل تو این سرزمین است و تو در این سرزمین هستی و چرا این سرزمین مقدس نباشه و قسم یاد نشه به اون وقتی که زادگاه توست و وقتی که تو هم در این شهر زندگی میکنی و ساکن هستی. معنی دیگر این آیه این هست که در این شهری که اهل مکه، قریش و مشرکانی که زمان رسول الله علیه السلام بودند همه حرمت این شهر رو رعایت میکنن و برای اونها مقدس است این شهر و حتی حیواناتی که داخل شهر هستن در امانن، اونها رو شکار نمی کنن، اونها رو آزار اذیت نمیدن. اما وقتی که نوبت به تو میرسه ای پیامبر من، و انت حل بهذا البلد، اما تو در این سرزمین در مکه حلال شمرده میشوی. وقتی که به تو میرسن اون حرمتی رو که برای حتی حیوانات در این منطقه قائل هستن، چرا نسبت به شما قائل نیستن؟ چرا آزارت میدن؟ چرا تو رو اذیت میکنن؟ چرا تو رو مورد شکنجه قرار میدن؟ چرا نمیذارن تا عبادت خدا رو انجام بدی؟ و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد. و قسم به پدر و فرزندانش. اینجا میتونه اشاره به آدم علیه السلام باشه و فرزندانش و همچنین میتونه اشاره به پدر رسول الله علیه السلام باشه، جد بزرگ رسول الله علیه السلام و همه اهل مکه که ابراهیم علیه السلام هست با فرزندش اسماعیل علیه السلام و رسول الله علیه السلام هم که از نسل ابراهیم علیه السلام هست. گویی که الله متعال باز خطاب به قریشیان میفرماید شمایی که
برای شما ابراهیم مقدس هست، چرا فراموش کردید که این فرزند ابراهیم است؟ همونطور که این شهر وقتی برای شما مقدس هست، چرا این شخصی که در این شهر هست نباید مورد احترام باشه؟ و این شخصی که از نسل ابراهیم علیه السلام هست. و همچنین معنی عام این آیه و والد و ما ولد، و قسم به هر پدر و هر فرزندی، پدرها و فرزندها و سلسله تولد و زاد و ولدی که انسان در طول زندگی خودش داره. انسان از پدر منتقل میشه به مادر، نطفه، و بعد از اون مشکلات و سختی هایی رو تحمل میکنه در طول مسیر زندگیش تا وقتی که به دنیا میاد، و سختی هایی که مادر تحمل میکنه و سختی هایی که خود فرزند در ابتدا تحمل میکنه در ابتدای زندگی خودش، و بعد از این سختی ها ادامه پیدا میکنه تا رشد میکنه، تا نوجوان میشه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، به تحقیق که من الله با عظمت خلق کردم انسان رو در سختی ها، در مشکلات و مصیبت ها. انسان با سختی ها خلق شده. انسان از همون لحظه‌ای که متولد میشه با سختی، مشکلات همراه زندگیش، و وقتی که بزرگ میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، و بعد از اینکه میانسال میشه و پیر میشه و بعد میمیره. بعد از مرگش و مردنش، قبرش هم سختی هست و مشکلات هست، و بعد از اون همین مشکلات ادامه پیدا میکنه تا از قبر خارج میشه در صحرای محشر، در روز قیامت، در حساب کتاب، و بعد این سختی ادامه پیدا میکنه. اگر این انسان برای خود چیزی پیش نفرستاده باشه، اگر این انسان مؤمن نباشه به الله متعال و ایمان نیاورده باشه، این سختی ها و مصیبت ها و مشکلات همچنان ادامه پیدا میکنه. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان گمان میکنه که من بر او قادر نخواهم بود؟ و هیچ کسی بر او قادر نیست. این انسانی که تمام زندگیش سختی هست و مشکلات و مصیبت ها، چرا به فکر خودش نیست؟ چرا به فکر این نیست که این سختی ها رو پایان بده با ایمان به الله متعال و داخل شدن به جنت؟ آیا فکر میکنه حساب کتابی نیست و هیچ کسی بر او قادر نخواهد بود و از او حساب نخواهد گرفت؟ یقول و اهلکت مالا لبدا، میگوید من مال بسیار زیادی رو هلاک کردم، خرج کردم و صرف کردم. افتخار این انسان در دنیا اینه که مال خرج کرده. انسانی که در دنیا فقط میاد میگه انقدر خونه خریدم، انقدر ماشین خریدم، انقدر فلان کردم، انقدر فلان کردم، و تعبیر استفاده میکنه که اهلکت مالا. الله متعال میفهمد اون مالی رو که این خرج میکنه در از هلاک میکنه، چون مالی که در دنیا خرج میشه هیچ فایده و ثمری براش نداره. چه فایده میکنه از این مال؟ چه سودی میبره از این مال؟ چه دستاوردی داره از این مال وقتی که به خاطر الله متعال نباشه، وقتی برای کسب رضایت او نباشه، وقتی به نیت جنت نباشه؟ ایحسب ان لم یره احد، این انسان در زندگی آیا گمان میکنه هیچ کسی او رو نمیبینه؟ هر کاری دوست داره میکنه، هر کسی رو میخواد اذیت میکنه، آزار میده، در راه به دست آوردن مالش، در راه خرج کردن مالهای خودش. هر کاری که انجام میده، هر طرح خشکی رو با هم انجام میده، از هر خط سرخی رد میشه، به هیچ حریمی برای خودش قائل نیست. چرا؟ آیا فکر میکنه کسی او رو نمیبینه؟ الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانه که الله متعال او رو میبینه؟ ایحسب ان لم یره احد، آیا انسان گمان میکنه هیچ کسی او رو نمیبینه؟ ایحسب ان لم یره احد، چرا انسان جرأت پیدا میکنه بر انجام ظلم، ستم، دزدی، گناه؟ چون گمان میکنه هیچ کسی او رو نمیبینه. الله متعال میفهمه اینطور نیست. الله متعال تو رو میبینه. الله متعال تو رو میبینه. الم نجعل له عینین، آیا اون دو تا چشمی که تو خودت با اونها میبینی من الله با عظمت خلق نکردم؟ اون دو چشمی رو که تو میبینی، هر چی که در این دو چشم دست توسط این دو چشم تو میبینی، من الله با عظمت هم میبینم. من بهتر از تو میبینم، بهتر از چشمان تو آنچه رو که تو میبینی، چون من این چشم‌ها رو خلق کردم. الم نجعل له عینین، اون چشمانی که تو داری رو من برای تو خلق کردم. چرا این چشم‌ها رو در راه رضایت من و عبادت من خرج نمی‌کنی؟ آیا من برای اون دو تا چشم قرار ندادم؟ اگه من بخوام این چشم‌ها رو از تو بگیرم، کیه که برای تو پس بده این نعمت چشم رو؟ نعمت‌هایی رو الله تعالی به من و شما داده که ما و شما خیلی غافلیم از اونها و قدر اونها رو نمی‌دونیم. و اگر مقداری به اونها بیاندیشیم و فکر بکنیم، قدرش رو بیشتر می‌فهمیم. کافی است که چشم‌های خودمون رو ببندیم و تصور کنیم دیگه نمی‌بینیم. موقع بهتر می‌فهمیم که نعمت چشم یعنی چی. الم نجعل له عینین،
و لسانا و شفتین. برای تو زبان قرار ندادم و برای تو 2 لب قرار ندادم تا بتونی حرف بزنی. چشم گذاشتم تا ببینی، دور برت رو ارتباط برقرار کنی. زبان گذاشتم تا حرف بزنی. برای تو 2 لب گذاشتم تا با اونها سخن بگی و نیازهای خودت رو به دیگران بگی، ابراز احساسات بکنی، رابطه برقرار بکنی، بتونی با اونها زندگی بکنی. اگر لب تو رو از تو بگیرم، اگر زبان تو در یک تصادف، در یک حادثه از کار بیفته، لبهای خودت رو از دست بدی، هم جمالت رو از دست دادی و هم دیگه نمیتونی ارتباط برقرار کنی به راحتی. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. من آیا به 2 راه شر و 2 راه خیر، سعادت و خوشبختی و بدبختی و شقاوت رو پیش راه تو قرار ندادم؟ فلاقتحم العقبه. هنوز انسان گذر نکرده از گردنه‌ای که بین اون و بهشت است. این انسان باید گذر بکنه، باید از این گردنه بگذره. هر کسی که میخواد به جنت بره باید گردنه‌ای رو پشت سر بگذاره. یک گردنه‌ای، یک عبادت صالحی رو باید انجام بده. اون عبادت صالح چیه؟ و ما ادراک ما العقبه. و تو چی میدونی که اون عبادت صالح چیه؟ و تو چه میدونی که این گردنه چه گردنه‌ای است؟ و تو چه میدونی که این انسان برای اینکه به اون گردنه برسه، برای اینکه اون رو رد بکنه، چه کاری باید انجام بده؟ الله متعال صحبت از یک گردنه‌ای میفرماید که بین ما و بین جنت است. الله متعال میفرماید که شما تا از این مسیر گذر نکنید، تا این کار رو انجام ندید، تا این عبادت بزرگ رو و این عمل صالح رو انجام ندید، امید به بهشت رفتن نداشته باشید. این عبادت چیست؟ فک رقبه، آزاد کردن یک گردن. رقبه یعنی گردن. آزاد کردن گردن به معنای آزاد کردن برده و غلامه. الان در زمان ما برده و غلام نیست. الان که برده و غلام نیست، ما چیکار باید بکنیم؟ الان کسانی که گردن اونها در بند برای قرضی، پیش کسی گرو دارن، چیزی قرضی دارن، زندانن، کسی جای مشکلش گیر کرده، گردنش در گرو اون مشکله و در بند اون مشکل گیر کرده، مشکل اون رو حل کردن، کمک کردن به اون در پرداخت قرضهاش، بدهیهاش، کمک کردن در آزاد شدن از زندانش. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا غذا دادن به انسانها نیازمندان در روزهای سخت، روزهایی که مشکلات هست، مصیبت هاست، در قحط‌سالی ها، در بحران های اقتصادی، خشکسالی، سیل، زلزله، طوفان ها، در جاهایی که انسان ها دچار مصیبتن، سختی و مشکلاتن، در ورشکستگی ها. در این روزها عبادت هر چقدر نیازمندتر باشه به صدقه و به غذا دادن، عبادت صدقه بزرگتر میشه و عظیمتر میشه. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا غذا دادن در روز قحط‌سالی و سختی و مشکلات. ببینیم دور برمون کسانی که در مشکلات و سختی ها هستن، هرچه مشکلات طرف بیشتر باشه، عبادت کمک به اون بیشتر خواهد بود. فراموش نکنیم این عبادت ها رو. یتیما ذا مقربه، یتیمی که دارای مقربه است، دارای قرب و مقام است نزد شما. یتیما ذا مقربه، یتیمی که خویشاوند شماست، قرب خویشاوندی داره. این یتیم کمک به اون 2 تا پاداشه. یکی یتیم هست، یکی صله رحم ایجاد میشه. به یتیم باید همه یتیما کمک کرد، مخصوصا به یتیمی که خویشاوند انسان است. اینجا وظیفه انسان سنگین‌تره دربارش. یتیمی که خویشاوند انسان است، بعد به او کمک کرد، بعد از او حمایت کرد. یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه، یا مسکینی که به خاک نشسته است، مسکینی که چیزی نداره، کسی که برشکسته شده به خاک نشسته، از عرش به فرش افتاده، یا اصلا از ابتدا چیزی نداشته. کسی که به خاک نشسته معناش اینه که یعنی چی نداره، زیراندازی حتی روی زمین بشینه. وقتی زیراندازی نداره، به طریق اولا این انسان در زندگی مشکلات بیشتری خواهد داشت. کسی که روی زمین میشینه، کارتون خواب، کسی که کارتون خوابه، کسی که در خیابان ها میخوابه، کسی که سرپناهی نداره، کسی که کسی رو نداره، از او کمک بکنه، به او کمک بکنه، از او خبر بگیره، به او رسیدگی بکنه. چشمون رو باز بکنیم، اطرافمون رو نگاه کنیم، خوب ببینیم کسانی که دور بر ما هستن، کسانی که اطراف ما هستن، نسبت به یتیم، نسبت به مسکین بی تفاوت نباشیم، بی تفاوت از اطراف دیگران گذر نکنیم.
اگر یتیمی هست، اگر مسکینی هست کمک بکنیم. اگر نمیتونیم کمک بکنیم، دیگران رو تشویق بکنیم کمک بکنن. حداقل در ثواب اونها شریک میشیم، یا حداقل در دلمون آرزو بکنیم خدای اگر من مال می داشتم، صادقانه بین خودمون و بین الله متعال، بار الله خدای اگر من ثروت می داشتم کمک می کردم، این کار رو می کردم، یتیم ها رو، مسکین ها رو، مشکلات دارن، کسانی که مصیبتی به اونها رسیده، کسانی که قرض دارن، در زندانن، تازه دامادها رو، نیازمندان رو، همه اینها رو کمک می کردم. این کار رو انجام بدیم تا سببی بشه برای دست یافتن به جنت. بین ما و بین جنت یک گردنه است. الله متعال میفرماید اون گردنه کمک به دیگران است. به دیگران کمک کنیم تا الله متعال هم به ما در رسیدن به جنت کمک بکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به اهل زمین کمک کنید تا اهل آسمان به شما کمک کنن. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. سپس این انسان نه تنها باید کمک بکنه، تنها کمک کردن کافی نیست. انسان علاوه بر این که کمک میکنه، رسیدگی میکنه به دیگران، منها میرسه، احوال میگیره، با حال یتیم، با حال مسکین، باید مؤمن باشه. کسی که ایمان نداره به الله متعال، هر چقدر که این کارش قشنگ هم هست، کمک به مساکین، کمک به ایتام، این قشنگه، بله قشنگ است. اما کسی که ایمان نداره، کسی که باور نداره به الله متعال، کسی که اعتقاد نداره به قیامت و حساب کتاب، کمکش به یتیم ها، کمکش به مساکین نمیتونه او رو از دوزخ نجات بده. این کمکش کار پسندیده است. در همین دنیا الله تعالی به او اجر پاداش میده، اجر پاداش کاری رو که کرده. اما در دنیا چون خودش اعتقادی نداره به حساب کتاب آخرت و یا مشرک بوده، اعتقادی که داره اعتقاد شرکی است، این انسان چون مشرکه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بکنی همه اعمالت از بین خواهد رفت و همه اعمال از بین می رود. به این خاطر که نباید انسان در عبادتی که انجام میده غیر از الله متعال رضایت هیچ کس دیگری رو در نظر داشته باشه. هر کسی که به مسکین و یتیم رسیدگی میکنه و فقط الله متعال رو در نظر نداره، بلکه تعریف و تمجید دیگران رو میخواد، اسمش رو بنویسن در روزنامه ها، در خبرگزاری ها ذکر بشه و در اونجایی که درست کرده بزنن و یا تعریف و تمجید مردم رو میشنوه، اسمش نوشته میشه، پخش و نشر میشه، مردم ازش تعریف میکنن، اما نیتش این نبوده که الله متعال ازش راضی بشه، نیتش این نبوده که جنت الله متعال رو حاصل بکنه و حاصل نمیکنه. به خاطر این خیلی مهمه در کنار کمک به بندگان الله متعال ایمان شرط است. ثم كان من الذين آمنوا، بعد خودش از مؤمنان باشه، و تواصوا بالصبر، و دیگران رو توصیه به صبر بکنه، و تواصوا بالمرحمه، علاوه بر این که توصیه به صبر میکنه، صبر در مصیبت، صبر در معصیت، صبر در انجام عبادت، و تواصوا بالمرحمه، اونها رو سفارش بکنه به رحم کردن، به مرحمت، به لطف به دیگران، به رسیدگی به هم نوعان، به رسیدگی به اطرافیان، حتی به حیوانات. انسان ها که به جای خود، انسان هم باید کمک بکنه، هم باید بره اونها رو دلجویی بکنه، دست به سر یتیم بکشه، کمک بکنه مسکین رو و فقیر رو و اونها رو دلداری بده، اونها رو با اینکه که خودش مشکلات داره و سختی ها داره اما اونها رو هم دلداری بده. اولئک اصحاب المیمنه، اینها همون کسانی هستند که اصحاب میمنه هستند، یعنی اینها کسانی هستند که اهل اصحاب یمینن، اینها در دست راست قرار میگیرن و به جنت میرن و الله تعالی پاداش اینها رو به اونها خواهد داد. اما کسانی که قبول نمیکنن، والذین کفروا بآیاتنا، اما کسانی که کافر شدن با آیات من الله با عظمت، قرآن رو قبول نکردن، دعوت انبیای الهی رو نپذیرفتن، رسالت رسول الله علیه السلام رو قبول نکردن و گفتن که قیامتی نیست، حساب کتابی نیست، حاضر نشدن به ایتام مساکین رسیدگی بکنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، عبادت بکنن. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اینها همون کسانی هستند که اصحاب شمالن، دست چپی ها هستند. اونها اصحاب دست راست بودن، اینها اصحاب دست چپن. اونها نامی اونها به دست راستشون داده میشد، اینها نامی اینها به دست چپشون داده میشه از پشت سر. اینها اصحاب سمت چپ هستند. سرنوشت اینها چی میشه؟ علیهم نارون، برای اینها آتشی است، اینها به دوزخ خواهند رفت، اینها در داخل دوزخ میشوند و به دوزخ الله متعال داخل میگردند. علیهم نار مؤصده، اینها در داخل آتشی خواهند بود که سر اون آتش پوشیده شده است و اون آتش از بالا پوشیده است، یعنی اینکه دوزخ راهی برای فرار نداره،
در و دیوار دوزخ پوشیده است. دوزخ یک منطقه بسیار عظیمه که عذاب‌های مختلفی در اون هست و نمیتونن از اون فرار بکنن. درش پوشیده است، پلم شده، به مانند یک کوره عظیمی است که در اون عذاب داده میشوند و هر وقت که بخوان کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر وقت که تلاش بکنن تا فرار بکنن از اونجا نمیتوانن. اعیدوا فیها، دوباره همون مقداری رو هم که رفتن بازگردانده میشن به جای اولشون و اونجا عذاب خواهند شد و اونجا انسان طاقت نخواهد آورد. الله متعال همین ما شما رو نجات بده از این که به دوزخ بریم، از این که الله متعال ما شما رو از جمله کسانی بگرداند که بیخیالیم نسبت به حال خودمون و بیخیالیم نسبت به حال دیگران. در این آیه که الله تعالی فرموده و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، صبر و مرحمت نشان از این داره که انسان‌هایی که صبر ندارن، رحمت هم ندارن در دنیا و از اینها رحم و مروتی هم نباید انتظار داشت و هر کسی که رحم نداشته باشه و محبت نداشته باشه صبور هم نیست. صبر و رحمت دو اصلی هستند که با هم چسبیده هستند. انسان صبور مهربان است و انسان مهربان صبور است. کسی که صبور نیست مهربان نیست و کسی که مهربان نیست صبور نخواهد بود. صبر و مهربانی، صبر در انجام عبادت‌ها، صبر در مبارزه با گناهان، صبر در مصیبت‌هایی که الله متعال در زندگی ما قرار میده، اینها بسیار مهم است تا ما و شما نجات پیدا بکنیم از دوزخی که در آن پوشیده است و سربسته است و هیچ راه نجاتی وجود نداره و نمیتونیم از اون نجات پیدا بکنیم. الله متعال همین ما و شما رو نجات بده از این که وارد دوزخی بشیم که راه فراری ندارد، ولو یک لحظه. حتی یک لحظه اون رو هم ما نمیتونیم تحمل بکنیم، چه برسه که بخوایم سالها و سالها در داخل دوزخ باشیم. الله متعال به ما شما توفیق بده تا بندگان خوبی برای الله متعال باشیم و در خدمت بندگان دیگرش و شر دوزخ رو از ما و شما دور بگرداند و جنت الفردوس رو نصیب ما و شما بگرداند و این کار برای الله متعال آسان خواهد بود. تا برنامه بعد هم شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني